یک شرطی کوتاه هست. شرط وابسته به حالت مهمان خیلی گوناگون میشود. ما در بالا از باوری گفتیم. حالا ما میسنجیم که من میدونم که به شما خیلی زیاد باوری میکنن. ما میسنجیم که به شما چگونه باوری میکنن. یکی از شاگردانتون و حتی یک زمانی همکارتون هم بود. سازنده مغازه لباس‌های اصل و اوج مغازه‌های مردانه که با من شما را احترام میکنه. هم شاگردتون و یک زمانی با او یک بینایی بلندشون هم پوشیده بودید که او هم یک حسی کوتاهش رو گذاشته بوده است. زنگ میزنید و میگوید که از مغازت 5 تا برای من شما کشتم لازم است. بی مبلغ من فرصت ندارم شاگردم رو میفرستم. همون رو بی مبلغ ده. یعنی چی میگه؟ Alisher Jon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Ma'lim Saidmurod Davlatov. Ustod shuma durustki salomaton nag'mi? Rahmat ukajonim. Xudo nag'mi bacham. Salomati xo'p. Rahmat ustod, rahmat, tashakkur. Shuma кастуни бурукам доритонми надоритонми? Dori. 5 та кастуни бурук ҷудо кунед барои ман, ягон та бача рой мекунам, баъд метиетон. Майлаш? Maylash. Условия ки бемаблағ будааст. Maylash ustod, maylash, равон мекунем устод. Rahmati kalon ҷонам. Rahmati kalon. Xo'p, man xeli minnatdor Alisher jon. Man az шумо xeli minnatдорам. Rahmati kalon. Бисёр одамҳо ёрдам кардӣ, бисёр шахсҳо ёрдам кардӣ, бисёр бора азоби шумо рушд кардӣ устод. Rahmati kalon okajonim. Rahmati kalon. Rahmati kalon ҷонам. Rahmati kalon ҷонам. Rahmat. شرط وابسته به حالت مهمان، وابسته به خودی مهمان، کسبیت مهمان گوناگون میشود. من فکر میکنم که شاید برای شما مشکل باشد، زیرا این ایمپرویزاسیون است، ابراز است. زنی غیبتچی، زنی مست، زنی خندانرو، زنی جدی و زنی ساده. از این 5 ابراز یک جملگی یا 2 جملگی باید که نقش آفرید. همینجا ایمپرویزاسیونه. این چیز رو با شما نگفته بودم قبل. زنی غیبتچی، چگونه است زنی غیبتچی؟ گوش کنید سلیم جان، اما همسایه ما هایکو رقص آدمی نمیشتی بدسته؟ چرا؟ هر روز داتا ماشین تگی دامش با میبیاد فسان شده کجاها با رفته میبیاد هشما درست میه؟ سلیم بانو نازید میه؟ چیه؟ وای کردیتی بانکتون دادید میه؟ بانک ها قرض دارده وای؟ وای بانک هنگی آمدی نه پرسی چی مویه؟ نشان دادم خانتانه سلامت باشه، تشکر، بهترین. خب زنی مست کمی غیر عادی، این در ما کمتر است اما می شود. نگاهی نه زندگی زورو این هر خورده نکرده. سلامت باشه، تشکر. خب زنی جدی. بله. اوی بعد از اینها زنی جدی تالی دشوارتر است؟ باید نباشد زنی ساده، بعدا زنی جدی. زنی ساده می؟ بله. چی باید خیلی سوال همیتی داخی؟ وای باور نکنم در بخی خیلی چیزا شرمگین هستی؟ خیلی فهمم بهتره. بس زنی جدی آخرانش زندگی حیات با همه چیز می شود، لیکن راستی گپ ما کوشش میکنیم که حیات هرمی خودمون رو همش در دست خودم است و همین چیز رو گذراندن نکن. چه خیلی که میگن حیات رو تو با دستانی خودت میسازی. همین. فهمم. تشکر. من فکر میکنم که من چونین باور کردم که شما از ته دل حرف میزنید، گویا که از زندگی خودتون قصه کرده اید. تشکر. خوب. سلامت باشید. بله. خب شرط تکو. قسمتی شرط هست. در قسمتی شرط وابسته به حالت مهمان شرط ها مختلف میشوند. وقتی که انور احمدوف، من فکر میکنم که میشناسید اون نفر رو، مهمانی ما بودن، با یکی از دوستشون زنگ زده 10,000 سومانی مبلغ قرض پرسیده بودن.
ما میدونیم که نازم جان صبح 5 وقت نماز میخونن، از یگان نفر قرضدار نیستن، قرض هم نمیپرسن. حتی یک معلومات دیگر هست که مثلا هنگام بله تبلیغ کلیپ‌هاشون در تلویزیون ها پیش پرداخت میکنن و غیره و هکذا. اما امروز اولین مرتبه از خود انور احمدوف که از دیگر نفر و اون نفر قرض پرسیده بودن، شما باید زنگ زده 10,000 تومان مبلغ پرسید با قرض در مدت یک هفته برمیگردونم گوید. میبینیم که انور احمدوف چی میگن. تنها در بلندگویک میمونه. حاضر خداش. بله. بناگو فکر نکنم که این ساخته نه. این ساخته نیست. بله. شرط من نگفته بودم. این شرط اجرا کردن در کار. بله حتما. حتما این. اگر تلفنشون رو گیرن البته تلفن میشه که تلفنشون خاموش نباشد و تلفنشون در گیران باشد. اگر گیرن چند پول گفتید شما 10,000 تومان روید که مثلا 10,000 تومان بگم 1,000 دلار میشه. چیزی گفته باور کنید اینو ببینید حالا که همین گپو گفتیدو تو یک زنگ زدن آدم 1000 فکر میرده و آدم هم چی فکر میکند. من یکم رو قرض نپرسیده بودم. خیلی چیزی که شود. بله. اتاق میرود. نازم جان کول ابا کجا؟ السلام علیکم انور جان عزیز و دلی دیده ما. سلامت باشه. شما درست می سلامتان نازم انور جان. الحمدلله شما پرسید کجا اهل نقطه رحمت انور جان. بار انور جان همین موبایل یک هفته و همین یک 10,000 تومان گوی دکار شد من به همین یک ماشین ایواز کردیم همین قدرش ویش نریستاست موبایل یک هفته و اما بناگا موبایل 1-2 ساعت یک روام اگر مایلش می انور جان بیمال باشه یه نامت هم بگردم من میدونستم که شما نمیگوید انور جان ای میندار دادر عزیز خدا شکر استادم درست هیم می حاج اکمل ها همشون جنچه ها رحمت انور جان عزیز. تشکر اکو انور در برنامه از برنامه نگاه نام به شما تماس میگیریم. تشکر انور جان. سلام علیکم من سلام جان باور کنید حاضر برنامه نگاه نام رفتی سال است همین خیل کده زنگ زنم و این همین آدم فکرش به 1001 خیل فکر میبیاد من گفتم این اوکای خدا ما گفتم انور جان رحمت تشکر. برنامه بهانه شده من 10,000 تومان دار شدم بعد برنامه براندم میگیرم رفته. رحمت جان زنده باشید. من از بینیم از برنامه برام با زنگ میزنم شما دادارم زنده باشید. تشکر. تشکر. شاید این روز برای شما نمیگونه است با دلخواه حافظ زنگ میزنید با دلخواه حافظی که شما میخواهید اما چهره باشد اون نفر رو شناسند و آن را در اشتراک با یک توی دعوت میکنید و میپرسید که حق خدمت چقدر است. اهم مهم حق خدمت چقدر است. شما پرسید اگر نگویند شما روزی کنید مثلا گویید که هفته فلان روزی فلان دروغ میشه پس ما میگوییم که ما در چی هستیم در برنامه هستیم در انتهاش میگوییم فقط در انتها میگوییم قبلا ما میپرسیم بعدا ما میگوییم در انتها ما هر روز همین گونه میکنیم باور میکنید مثلا دیروز نازم جان از انور احمدوف 10,000 تومان مبلغ دار شدن قرض پرسیدن اون نفر روزی شد پس از برنامه رفته میگیرم خلاص همین گونه شرط ها هست. خب با کی زنگ میزنید؟ بیاید من با نازم کا زنگ میزنم. بهترین بیاید زیرا که پیش از سید مراد عاطف اون نفر مهمانی ما بودن خودشون انور احمدوف رو خواهند داده بودن. نازم کا با زنگ میزنم فقط با بلندگویک. بلندگویک مونده. بله با دستم گیرم. سلام علیکم نظام جان. سلام علیکم اکا جان شما درست می؟ و علیکم سلام خدا شما درست می؟ رحمت شما درست می نازم هستید می؟ شما ای میفکرم نما نگوید اکا تینجی درست می حاج با حاج همشون نازم می؟ خدا شکر رحمت نظام جان خطان درست می؟ رحمت اکا و همین دستان با نبود می؟ ای بیمالو آزی و گوید اکته شناس توی میکدگی هم با شموی میگفته گیده ما
شهریستان میتونی؟ نه همین خوجند به جمعه ها چون شهریستان هم باید تلفنش دازی اونجا شما یکا شما همه جا با دوست میدارم من میگم که شما به شما آدمی زیاد کته رحمت نظام جان میندار همون با اکا جان اما خصوصیان کی و یا چند پول به میرن نظام جان اکو من مسئله نرخ تلفن گاب نمیزنم خب همین روی پروشته گاب زنیم بهتر ده اوکی خدا شد مایلش من نباشد و آدم میگیرم نزدان میریم نباشد اکا جان ها همه خیلی کنیم بهتر روی پروشته گاب زنیم بهتر نازیم جان اکا السلام علیکم. و علیکم السلام. ما سلیم جان بیاید یک شناس شویم. صاحبی توی می شما؟ ها ما صاحبی توی اکا از تلویزیونی سینما مستقل اکا برنامه نگاه نو. برنامه نگاه نو می که کاپیتو می منه همه حرکت کنوندیم که یک نرخ نواتون گویته بر بل نگفتی چی حال دارید اکا؟ ما همین روی پروشته گاب زنیم بهتره بله همین ها بهترین کار همین خطوری کپتون اکا جان شما از ما خفه نمی؟ نه من خود ما خیلی خام نیست من برای همون شما به زنگ زدم که ما هردم اکاکو شما منو میفهمید گفته گاب نیست نظام جان خدا من زبانی گویاتی شما براری کار همتون به رحمت اکا سلامت باشید اکا توی بعدی برنامه بیاریتون توی من به شدگی شما خودش یک توی قرضدار هستید که یک راز به مبلغ خدمت میکنید انا خوب شد دو تا شد نمیگوه اون دفعه رنگش کده دو تا شد چیه شوخی میکنم اکا سلامت باشید براری کار همتون رحمت اکا جان حجبه و حجبه به سلام رسانید خوب شد است رحمت رحمت اکا خوب